اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، وقت بخیر دارم محضر همه امام رضایی عزیز. صبح روز اول هفتهتون به خیر و شادی، انشالله که هفته پر از خیر و برکت در پیش رو داشته باشین. در یک صبح برفی در حرم مطهر آقا جانمون امام رضا علیه السلام، صحن آزادی مقابل ایوان طلا و گنبد طلای با صفای آقا جانمون نایب الزیاره شما هستم. جاتون خالی است واقعا در این هوای برفی. میبینید همه صحن و سرای امام رضا علیه السلام مملو از برف رحمت الهی است. برفایی که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام باریده. جاتون خالی است. انشالله که یه روزی قسمت روزی شما هم بشه در این هوای زیبای زمستانی که الان زمستان هم نشده، اما در این هوای زمستانی بیایید حرم امام رضا علیه السلام و گنبد مطهر آقا رو مملو از برف ببینید و انشالله قسمت روزی شما هم بشه حرم آقا جانم. جاتون خالی است واقعا. از دیروز بعد از ظهر که برف باریدن در مشهد مقدس شروع شده همچنان ادامه داره و صحن سرای امام رضا علیه السلام ببینید که مملو از برف شده و صحن آقا جان امام رضا علیه السلام صحن آزادی. اما خادمان حرم امام رضا علیه السلام لحظه ای هم از خدمت به زائران امام رضا علیه السلام غفلت نکردند و همچنان به خدمت رسانی به زائران امام رضا در حال انجام وظیفه هستند. برف ها رو پاک کردن از صحن سرای امام رضا علیه السلام، اما بیرون از حرم خیلی برفه و این نگاه نکنید که صحنه امام رضا صحن آزادی اینقدر تمیز و مرتب برف ها جمع شده. واقعا بیرون از حرم مملو از برف مشهد مقدس، ولی به مدد و به کمک امام رضا علیه السلام و با همت خادمان علی بن موسی رضا علیه السلام ببینید که همچنان در حال کار هستند و برف‌های زمستانی را از صحن سرای امام رضا علیه السلام جمع کردند و جمع میکنن و خدا خیر همشون رو بده که خدمت میکنن به زائران علی بن موسی رضا علیه السلام. انشالله به زودی قسمت روزی شما هم بشه یه روز برفی در حرم آقا جانمون امام رضا باشه. من برم بیرون از صحن رو بهتون نشون بدم که چقدر بیرون از صحنای اصلی برف باریده و مشهد مقدس و خیابون‌های اطراف مملو از برف و میبینید که ببینید صحنه‌های بیرون حرم بسته نوا بست‌های منتهی به حرم مطهر مملو از برفه و ببینید که اینقدر برف باریده که مشاهده کنید حجم برف رو چقدر در صحن سرای آقا جان اون برف اومده و الحمدلله به همت خادمان امام رضا علیه السلام تمام مسیرها برای تردد بازه و زائران امام رضا علیه السلام دارن زیارت میکنن حرم امام رضا علیه السلام. اما واقعا حجم برف در کل شهر بسیار زیاده و الحمدلله که این نعمت الهی بارید بر مشهد علی بن موسی رضا علیه السلام و حرم آقا امام رضا علیه السلام. جای همتون خالی است در صحن سرای آقا جانمون علی بن موسی رضا علیه السلام. یه روزی شما هم زائرین حرم بشید و در حرم امام رضا علیه السلام برف بباره و این لذت دیدن برف حرم امام رضا علیه السلام انشاءالله نسبت قسمت روزی همتون بشه در حرم آقا جانمون. من همیشه نایب الزیاره همه شما هستم در حرم آقا جانمون امام رضا علیه السلام. حتی زائران هم ببینید کمک میکنن به پاک کردن حرم امام رضا علیه السلام و به افروبی از صحن سرای علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و حسن. التماس دعا دارم از همتون، انشاءالله دعای خیر ما رو فراموش نکنید. دعا برای فرج مولانا و صاحبمون حجت ابن الحسن عسکری ارواح ناطقه فراموش نکنید. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا دارم از همتون. یا علی مدد.